سلام. از دیتا مستری این 5 با آموزش اکسل مقدماتی در خدمتتون هستم و میخوام بهتون آموزش بدم چطور در عرض 5 دقیقه یک گزارش خوب در اکسل ایجاد بکنید. ابتدا با سرچ کلمه اکسل توی ویندوز نرم افزار رو پیدا بکنید و باز بکنید. در اینجا یک فایل خالی اکسل باز میکنیم. هر فایل خالی اکسل میتونه شامل چندین صفحه یا شیت باشه. با زدن به اضافه میتونید شیت هاتون رو اضافه بکنید. هر صفحه از خانه ها، ستون ها و ردیف های زیادی تشکیل شده. ستون ها به نام حروف انگلیسی و ردیف ها با شماره ها نامگذاری شدن. میتونید عرض و طول هر خونه را با کشیدن لبه های ستون ها و ردیف ها تغییر بدید. ابتدا برای تهیه گزارشمون سرستون های گزارشمون رو می نویسیم. شماره ردیف، نام محصول، قیمت پایه، تعداد هر محصول و قیمت نهایی سرستون های ما هستن. برای اینکه عرض هر ستون به اندازه متن اون خونه بشه فقط کافیه روی لبه ستون دبل کلیک کنید. برای اینکه شماره ردیف ها رو به صورت اتوماتیک ایجاد بکنیم دو خونه اول رو با عدد 1 و 2 پر بکنید. مربع گوشه پایین سمت راست رو بکشید تا هر جایی که میخواین و تعداد محصولاتتون هست میبینید که شماره ردیف ها به صورت اتوماتیک ایجاد میشن. محصولاتمون رو وارد میکنیم در ستون نام محصول. قیمت پایه هر محصول و در ستون بعدی تعداد هر محصول رو وارد میکنیم. برای محاسبه قیمت کل به ازای هر محصول از یک فرمول ساده میخوایم استفاده بکنیم. ابتدا مساوی رو توی خونه توتال پرایس یا قیمت کل تایپ کنید. سپس خونه یونیت پرایس یا قیمت واحد توی همون ردیف کلیک بکنید. میبینید که آدرس این خونه بعد از مساوی به صورت اتوماتیک اضافه میشه. سپس ضرب رو تایپ بکنید و دوباره خونه کاونت یا همون تعداد رو کلیک بکنید. بعد از اینکه آدرس این خونه هم بعد از ضرب اضافه شد اینتر بزنید. میبینید که قیمت کل اون محصول از ضرب قیمت پایه در تعداد به دست میاد. برای کپی کردن این فرمول تا ردیف آخر مربع پایین سمت راست این خانه را تا پایین بگیرید. برای اضافه کردن ردیف سرجم میخوایم از فرمول سام استفاده کنیم. به این صورت که مساوی رو تایپ میکنیم، کلمه سام رو مینویسیم و کلیه خونه هایی که در اون ستون مد نظرمون هست رو انتخاب کرده و اینتر میکنیم. شما میتونید با کشیدن مربع پایین سمت راست این خونه به خونه کناری این فرمول رو تو اون خونه هم کپی بکنید. یا اینکه میتونید از تابع آتوسام در منوی ابزار بالای صفحه استفاده بکنید تا به صورت اتوماتیک این فرمول تو اون خونه نوشته بشه. برای زیباتر کردن گزارشمون منطقه گزارش رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میکنیم و منوی فرمت رو انتخاب میکنیم. به تب بوردرز میریم و حاشیه هایی که برامون زیباتر هستن رو انتخاب میکنیم. میتونیم برای نمایش بهتر ردیف های ابتدا و انتهای گزارشمون رو به صورت بولد یا پررنگ در بیاریم و رنگ این خونه ها رو به این صورت که در صفحه میبینید تغییر بدیم و گزارشمون رو زیباتر کنیم. اگر میخواید تو این گزارش بعضی از ردیف ها رو هایلایت کنید، مثلا اونهایی که قیمت کلشون بیشتر از $10 میتونید با انتخاب اون خونه و سپس گزینه کاندیشنال فورمتینگ در منوی ابزار رو انتخاب کنید. زیر منوی هایلایت سلز رولز و سپس گریتر دن رو از ساب منو انتخاب بکنید و عدد 10 رو توی پنجره باز شده تایپ بکنید. میبینید که خونه مورد نظر رنگی شد. برای کپی کردن این شرط به خانه‌های پایینی هم میتونید تو منوی ابزار گزینه فرمت پینتر رو انتخاب بکنید و سپس خونه‌های مورد نظرتون رو انتخاب بکنید تا این شرط روی اون خونه ها هم اعمال بشه. این آموزش به زبان انگلیسی هم در پیج مستر دیتا این 5 قرار داده شده است. لطفاً سوالات خودتون رو در بخش کامنت بنویسید و برای دریافت ویدیوهای بعدی ما رو سابسکرایب کنید.